خوشحالم در جمع نخبگان کشورم صحبت میکنم، چرا که تو این روزا کسانی که به میدان میان، کسانی که این جرأت و جسارت رو دارن از همه چی بگذرن، من اینا رو نخبگان کشورم خطاب میکنم. میخواستم امروز سخنرانی داشته باشم، اما برای اینکه جو یه جوری کنیم که زیادتر خسته نشین، یه شعری انتخاب کردم. راستشو بخوای میگن انقلاب ها، از خصوصیات انقلاب ها اینه که آدم ها رو عاشق میکنه، یعنی یه عشقی بین همه قشرهای جامعه پدید میاره، همون عشقی که مادرها درها رو باز میکنن برای مهمونای ناخوانده، دارن غذا درست میکنن، اونا رو پناه میدن. من این روزا من خودم متوجه شدم، این روزا دوستای بسیاری پیدا کردم تو همین مراسم ها. من احساس میکنم واقعا عاشق شدم، عاشق آدم های مملکتم، عاشق خود کشورم. و یکی دیگه از برکات انقلاب ها اینه که هنرمندها مردم و قلم ها رو به حرکت در میاره. من وقتی که شعر هالو رو شنیدم، این آخرین شعری که جناب هالو خوند و به نظر من یکی از اشعار گرانبهای این صده میشه حسابش کرد، وقتی که دیدم اون در قلب جبهه نبرد با جمهوری اسلامی داره حکم اعدام خودش رو به دست خودش صادر میکنه، گفتم چرا من ننویسم؟ منی که تو این خارج حداقل از امنیتی اندک برخوردارم. بعد به این فکر افتادم که من زبان مادریم کردیه، آیا میتونم به فارسی شعر بنویسم؟ دیدم حداقل از رئیس جمهور که بهتر بلدم زبانمو. وقتی که نمیتونه فرق 2 کلمه رو بیان کنه، چرا منی که 12 سال به این زبون درس خوندم، 2 سال دانشگاه نیمه تمومم و به این زبون خوندم، چرا ننویسم؟ اشکالش چیه؟ بذار مشکل داشته باشه، بذار اصلا غلط املایی، غلط وزنی داشته باشه، عروضی داشته باشه، ولی پیاممو به خامنه‌ای بگم، برسونم. گیرم که نیم قرن بهانه تجزیه ایران بود، با چشم و چراغ ایران کردستان چه میکنی؟ گیرم که همه اغتشاشگر خاک و عالمند، با شعار زن و زندگی مردان چه میکنی؟ گیرم همه را میکشی و قلع و قمع میکنی، با اعتماد به نفس زنان و مادران چه میکنی؟ گیرم به هوای لبنان و سیبری دلت خوش است، با ندای قسطنطنیه و بیروت و کابلم چه میکنی؟ گیرم همه را کشتی و سیر در خون شدی، اما با آن همه ایرانی تبعید و اروپا چه میکنی؟ گیرم ممالک بیدین غرب همه دشمن تو اند، با حرف دل زنان ترک و افغان چه میکنی؟ گیرم که توجهت را به برون خانه کشانده ای، با آن همه تنفر درون مرزها چه میکنی؟ گیرم که کرد را مفسد و فی الارض خوانده ای، با مفسدان کوچه های قم و اصفهان چه میکنی؟ گیرم که تو در غزه و کره شمالی پیامبری، با خشم جنوب و شمال کشورت چه میکنی؟ گیرم پسرت مثل خودت با ادب و با تقواست، با آن همه ملای بی هنر جمکران چه میکنی؟ گیرم دلت به ترمز سپاه و بسیجیانت خوش است،
با سرعت نور توییت و تلگرام چه میکنی؟ گیرم که تو در ونزوئلا کاخ مجلل خریده ای، با خشم این همه ایرانی بی خانمان چه میکنی؟ گیرم که کربلا و نجف آشیانه توست، با شورش بغداد و موصل و بصره چه میکنی؟ گیرم که پایتخت را به بند میکشی و هیچ میدانی، با اتحاد کرد و بلوچ و عرب و آذری چه میکنی؟ گیرم به خیالت صدور انقلاب کرده ای، با انقلاب نسل جدید ژینا چه میکنی؟ گیرم به خیالت صدور انقلاب کرده ای، با انقلاب نسل جدید ژینا چه میکنی؟ حالا شما خودتون قضاوت کنید. منی که زبون مادری کردی بهتر فارسی بلدم یا اون رئیس جمهوری که الان ما داریم؟